سلام. بعد از تحولات اخیر منطقه و تغییر هیئت حاکمه آمریکا که دیگه خبرها خیلی داغ شد، بعضیا بوی کباب شنیدن و دوباره فیلشون یاد هندوستان کرد و فاز رهبری دوران گذار گرفتن. من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. جدی میفرمایی؟ بچه شاه که به نظر میاد فکر کرده تجربه شکست خورده پروژه وکالت فراموش شده، این بار هول شده اومد توی میدون و نفس زنان این ویدیو رو منتشر کرد و مثل پروژه وکالت رسانه‌های مربوطه هم شروع کردن به باد زدنش. اما بادکنک این ادعای رهبری بچه شاه هنوز باد نشده ترکید و سیل واکنش‌های منفی رو از همه طرف برانگیخت. خب ببینید اینا اینقدر غیر جدی است که به گمانم بیشتر مایه شاید تمسخر یا مضحکه باشه، با خیال بافی و با این ادعاهای موزیکی نظیر این که من به درخواست شما که معلوم نیست کیست و کجا چنین درخواستی رو دادند و غیره، در واقع به اینا میگن رهبری خود رهبر انگاری، خود رهبر پنداری. فکر میکنم بیشتر شاید یک تبلیغات، یک توهمی است که شاید مثل دیگر توهمات فرو خواهد باشید و یک شکست دیگری رو و سرخوردگی بیشتری رو حتی در طیف هواداران خودشون ایجاد خواهد کرد. ایشون در این کلیپ رسما عنوان میکنه که حاضر است مسئولیت رهبری دوران گذار رو بر عهده بگیرد. این اون پروسه است و نیاز دارند که شاید بتونن مثلا در این شرایط کسی رو برای آینده مثل احمد چلبی ها و غیره، احمد یا حامد کرزاهای به اصطلاح آماده بکنن. ما رهبر خودگمارده نداریم. رهبران خودگمارده که عدم صلاحیت خودشون اتفاقا نشون دادن. پروژه هایی دارید مثلا وکالت میدهم، مثلا پروژه مهسا که همه اینا به شکست خورده و سوال اینه که چند بار باید شکست چنین پروژه‌هایی باید تکرار بشه تا این نیروی سیاسی به این برسه که اینطوری نمیشه سیاست در جامعه ایران رو هدایت کرد و یا نقش و جایگاهی رو درش داشت. این ادعای رهبری بچه شاه اونقدر مضحکه. آخه هر عقل سلیم این رو میدونه کسی که میخواد ادعای رهبری کنه حداقل باید قبلش یه حزبی، گروهی، چیزی رو اداره کرده باشه. این یارو تو رزومش اداره که هیچی، فقط فروپاشی کرده. توی هر پروژه‌ای که رفته اون رو به شکست کشونده که براش هشتگ زدن رضا تفرقه. آخه این تو عمرش یه کار درست حسابی که نکرده، فقط با پولایی که باباش از مملکت دزدیده یک عمر خورده و خوابیده. اگر صحبت از دلسوزی هستش، من واقعا این رو میخوام بدونم جانم که ایشون در عرض 45 سالی که در آمریکا بودن چه مؤسسه برای پناهندگان ایرانی درست کردن، چه کاری کردن؟ هیچی. ایشون فقط از سرمایه‌ای که برای پدرشون بهشون ارث رسیده بود اینجا خوردن و خوابیدن. خوبه براشون دیگه، خوردن خوابیدن به ما فکر کرد. البته از حق نگذریم یه پروژه رو رضا تفرقه خوب رهبری کرد، اونم ایجاد صندوق‌های مالی برای حمایت حداکثری که توش خوب پول می اومد. حالا از کجا، از ما بهترون و اینا ما نمیدونیم. پیشنهاد تأسیس یک صندوق کمکی مالی برای کارگران ایران داشتم. امروز می توانم به شما اعلام کنم که تعدادی از این صندوق‌ها در مراحل پایانی راه‌اندازی است. حالا این صندوق‌ها به کجا رسید؟ پولاش به کجا رفت؟ دست کی الان؟ آقا تو این شورای ملی حدود 1,600,000-700,000 دلار پول جمع شد تو صندوقش. این پول کجا رفت بعد از این که به هم خورد؟ بقیه‌اش کجا رفت شاهزاده؟ مگر غیر از این که هر شورا، هر کاری که شما کردید یه کوه پول اومد توش بعد به هم خورد رفت؟ خب شما دلی برای غمی نداری که بخوای اینجا رو ول کنی بری تو ایران؟ چرا با ملت ایران بازی میکنید شاهزاده؟ الحق که رهبر چتبازای عالم لامصب خوب بلده چطور ملا خور کنه. حالا این دلدوزی‌ها رو بذاریم کنار. کسی که میخواد خودش رو آلترناتیو اعلام کنه باید یه چیزی داشته باشه. همینجوری با باد هوا که نمیتونه بیاد ادعا کنه. اول از همه برای اینکه کسی جدیش بگیره باید یک تشکیلات داشته باشه. تشکیلات هم با فالوور مجازی و پولکی و خریدنی و لایک و کامنت خیلی فرق داره. یه مش چماقدار و فحاش مجازی برای کسی تشکیلات نمیشه.
حالا کسی میتونه تشکیلات داشته باشه که قبلش پایگاه اجتماعی داشته باشه؟ مگر اینکه تو بگی من تالی خمینی و مرجع تقلیدم و احتیاجی به تشکیلات نیست. اما اگر ادعای مرجعیت خمینی گونه رو کنار بذاری و مدعی نباشی که تو هم مقلد داری، اون وقت تشکیلات لازمه. فضای مجازی و بالا بردن عدد و رقم بیننده با پرداخت پول و روش‌های لو رفتم فایده‌ای نداره. تشکیلات لازمه. از طرف دیگه تشکیلات که از آسمون نمیاد، از دل همون پایگاه اجتماعی ساخته میشه. پایگاه اجتماعی هم یعنی تو آدمایی داشته باشی که روی زمین، نه توی مجازی‌ها، کف خیابون خط شما رو پیش ببره. ببین مجاهدین کانون‌های شورشی دارن که هر روز و شب دارن خطر میکنن. توی خارج کشور هم هواداران مقاومت اعلام میکنن که به مناسبت سالگرد قیام آبان برنامه میذارن، بعد میبینی که توی 40 شهر جهان تظاهرات و آکسیون میذارن. حالا بچه شاه و شرکاش همین ماه گذشته توی همه اکانت‌های مجازیشون بنر زدن پاشیم بیایم برلین جلوی صدر اعظمی آلمان اونجا قوقا کنیم. از عیال بچه شاه و حزب فلان و اکانت فلان همه هم لایک خورد که داریم میایم از تمام اروپا. بعد روزش کوه موش زایید، اینا جمع شدن. بله هر چی صدا میکنه، ولی بیشتر از این دیگه جمع نشدن. پس این بچه شاه استراتژیش برای رسیدن به قدرت الان روی کی سواره؟ روی دالانهای قدرت. اما اکنون در این دوره حساس، در این فرصت نو، دو راه پیش روی ماست. یا نظاره‌گر و منتظر باشیم تا شاید دیگران تغییرات دلخواه خود را برای ما رقم بزنند، یا اینکه با عزم و اراده ملی خود موتور محرک تغییر باشیم و خواست ملت ایران را در میهنمان و در اتاقهای فکر و دالانهای قدرت در سراسر جهان به کرسی بنشانیم. دیدی چی گفت؟ یا اینکه دیگران برامون تصمیم بگیرن، یا اینکه ما بریم پیش دیگران که برامون تصمیم بگیرن. که دیگران کیان؟ همون دالانهای قدرت. خب این که دوتا شد یکی، یعنی قبله عالمش همون دالانهای قدرته. اولش یه اسمی از اراده ملی میاره، ولی بعد که گوش میکنی این پرونده رو میبنده، میگه پاشیم بریم دالانهای قدرت که اونا برامون یه کاری بکنن. یا نظاره‌گر و منتظر باشیم تا شاید دیگران
تغییرات دلخواه خود را برای ما رقم بزنند، یا اینکه و در اتاقهای فکر و دالانهای قدرت در سراسر جهان به کرسی بنشانیم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. البته برای رسیدن به تاج و تخت به جز دالانهای قدرت به دنبال تکیه‌گاه‌های دیگه هم بوده. خود من بسیار ارتباط برقرار میشه، چه از بدنه سپاه چه از دیگران، و احساس میکنم که واقعا میخوان این تغییر رو ببینن، منتها نمیخوان وسط زمین و هوا باقی بمونن. عوامل ارتش، پشت سرش عوامل سپاه، عوامل بسیج بگن دیگه بس اون نقطه سقوط پایانی نظام خواهد بود. ارتشی، سپاهی، حتی بسیجی، نمیگم همشون ولی تعداد بسیاریشون نمیخوان با این کشتی غرق بشن. فلسفه‌ای که من در تمام این سالها داشتم در برخورد با این نظام و متد مبارزه با رژیم، همطور که میدانید مبارزه بدور از خشونت بود. چرا؟ برای که من در این محاسبه که فاکتور اصلی برای کم هزینه ترین راه تغییر نظام برمیگرده به نقش نیروهای نظامی و انتظامی کشور، که در اون لحظه که مملکت آماده این تغییر هست که داریم بهش نزدیک میشیم، بدانند که با جامعه هستند، در خدمت جامعه هستند و محافظ مردم غیر مسلح و بی‌دفاع خواهند بود. من تکیه‌گاهم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی‌ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی‌ها، رو همین نظامیامون. پس با سپاه که مشکل نداره، با بسیج هم که مشکل نداره که هیچ، تکیه‌گاهشه. حالا پایگاه اجتماعی مورد نظر طرف رو فهمیدین؟ سپاه و بسیج و انتظامی. البته نه همشون. آخه به خاطر خشونت پرهیزی از یک عده‌شون هنوز میترسه. علاوه بر این با هر سیرک دیگه‌ای در داخل نظام که راه افتاده، این یه غلطی توش زده و خواسته یه نقشی بگیره. کدوم یکی از جریان اپوزیشن رو میشناسید؟ از برجام دفاع کرده باشه. کیو میشناسید؟ خود شاهزاده. کدوم جریان میشناسید از جنبش سبز با کراوات سبز دفاع کرده؟ خودش. کدوم یکی از اپوزیشن از روحانی دفاع کرده؟ بازم خودش. ما کراوات بنفش. بله. کدوم یکی از اپوزیشن رو میشناسید بچهای تحکیم وطن توش باشن؟ فقط خودش. این که میگن شیخ و شاه دو روی سکن یعنی یه همچین چیزی. آیا صلاح میدونید که شما درخواست شاهزاده رو در چند سال پیش از خودتون مطرح کنید؟ نه، درخواست خاصی نبود. بعد یه ملاقاتی با ایشون داشتم در واشنگتن، یه نهاری با هم خوردیم، قرار بود که بهش یه ادوایزایی بدم، به اونم از من یه درخواست کرد. اون موقع من خیلی شدید فعال بودم بین ایران و امریکا، به ایشون خواست که بنده دست ایشون رو بدم دست آقای خاتمی، رئیس جمهور بود اون موقع، که من منعش کردم. حالا با این پرونده‌ای که از این یارو دیدیم، به نظر شما این بچه شاه برای خامنه‌ای موی دماغشه یا فایده داره؟ اگر میبینید این نفرت رو برای شما از مجاهدین ایجاد کردن، میدونید چرا؟ برای اینکه مجاهدین نیروی اسلحه به دسته. یعنی به شما میگه اگه نیروی اسلحه به دسته در برابر جمهوری اسلامی رو دیدی، ازش دوری کن، باش حرف نزن، ولی بیا با من حرف بزن که من بیبرمت جلوی خیابون، میگم بیا قابلمه بازی بکنی. میفهمی یعنی چی؟ شما میدونید چرا جمهوری اسلامی 45 سال مونده؟ برای اینکه ما رو بازی دادن، برای اینکه اونی که اسلحه به دسته بهش به تو میگه با اون حرف نزنی ها، یه موقع با اون صحبت نکنی ها. میدونی با کی صحبت کن؟ با اون کسی که قابلمه دستشو داره میگه جمهوری اسلامی خیلی بده، بد حسنی بده، بد با اون صحبت کن، چون میدونه که اگه شما 100 سال با اون آدم بپری، جمهوری اسلامی سر جاشه. شما اینو میدونید؟ بیدلیل نیست که شماره تلفن بچه شاه رو سربازای گمنام خامنه‌ای توی جیبشون دارند و برای هر کسی که میخواد فعالیتی علیه نظام بکنه روی میز میذارن که سراغ این برن. هاشم خواستار: در اردیبهشت 97 که مأموران اطلاعات به باغم آمدند، از من پرسیدند که چرا با شاهزاده رضا پهلوی همکاری نمی‌کنی؟ می‌خواهی الان شماره موبایل شاهزاده را بگیریم که با او صحبت کنی؟ که گفتم نه. حکومت تلاش می‌کند که مبارزین را به اردوگاه سلطنت طلب‌ها سوق داده و همینطور افراد نفوذی بسیاری نیز به داخل آنها فرستاده تا ضمن حمایت از شاهزاده و فحاشی به رژیم به سازمان مجاهدین خلق نیز فحش بدهند. به همین دلایلی که خود رهبری پنداری انگاری رو کسی تحویل نگرفت. علی‌رغم میل باطنی خیش، بنابر اصرار شما
و پافشاری مداوم شما حاضرم در این برهه حساس تاریخی این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرم و رهبری جنبش را به صورت گذار و تا تمامیت خواهی تمام بر عهده بگیرم. ما هزاران سال در این مملکت زندگی کرده ایم و همیشه یک پادشاه داشته ایم که به جای تمام ملت فکر کرده است، به جای تمام ملت حرف زده است و به تمام ملت دستور داده است. بنده در این لحظه تاریخی حساس اعلام می‌دارم که با مشکلات ایران، مشکلات صدها ساله ایران برخوردی چکشی خواهم داشت به عنوان فرزند یک آهنگر. مشکل ایران نبود یک پادشاه است. اگرچه آقای خامنه‌ای از هر پادشاهی ستمگرتر بوده است، اما متاسفانه لباسهای ایشان در شأن یک پادشاه نیست. البته ادعای خود رهبری پنداری بچه شاه از اینی که دیدیم هم طنزتر و کودکانه تره. مثل این بچه ها هستن که باشون مصاحبه میکنن بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟ خلبان، دکتر. اینم منم میخوام رهبر دوران گذار باشم. یعنی توی عالم دیگه است. چون یه زمان بچه شاه بوده الان میخواد رهبر گذار بشه. ایشون چه کاره؟ شازده است، پسر شاه. شغلش چیه؟ هیچی، پسر شاهه. سابقهش چیه؟ پسر شاهه. نمیدونم. خب ایلان ماسک سن رو واسه اینا ارزش قائل نیست، اینا رو به گاری هم نمیبنده. یه سری هم انقدر بی غیرت و بی شرف و بی آدمای مفلوکی هستن که دنبال یه کسی رو افتادن که هیچ عرضه‌ای نداره، بعد التماس میکنن اینو بیاد یه کاری بهش بدید، اینو بیارید ببرید باش صحبت کنید. بعد اینم فوری فکر کرد الان اربابش اومده میخواد یه کاری بکنه، من حاضرم رهبری رو به دست بگیرم. خب برو بگیر. چرا اینقدر خودتون رو حقیر و خوار میکنید؟ خب میرفتی مرتی که درس میخوندی، کار میکردی، تجربه پیدا میکردی. هر کی هم دور و برش جمع شدن لنگ خودشن. همه کودکان موسفید یه روزم در عمرشون کار نکردن، هیچ تجربه‌ای هم ندارن، فقط دهن گشاد هی بگو. همه چی هم تفسیر میکنه، از شیر مرغ به جون آدم میزد. حالا همه اینا یه طرف، این که هر روزی هم به یک رنگی در میاد به کنار، اما اگر بخواید بدونید که چهره اصلی بچه شاه کدومه و اون حرفی که واقعا از ته دلش در میاد چیه، اینو گوش کن. So are you saying you don't want the job, you don't want to move your family to Iran and run it? Is that kind of what you're saying? And that doesn't mean that I won't go there. That doesn't mean that I won't be there. That simply means that do I have to absolutely be in a position of authority to be able to do a job? Do you want to be the one living in Iran, moving your family there, running Iran? Do you see that? Well, it depends on the circumstances. I really don't see myself isolated in some chamber with a bunch of the decision makers, to be surrounded constantly by a whole court of security guards and have an overworked schedule where you really are stuck to some function of executive. Honestly, truth to God, that's not me. That's not good enough, that's fine. Bypass me, find somebody else. But you keep asking one question, whether or not I'm going to take my family back there. And I see in a realistic sense that we can keep flowing and going back and forth. We don't have to be pinned in one place. We cannot divest because, honestly, my life has been for the past 40 years here in America. My children live here. My friends live here. Everybody that I know is here. So it's almost unfair to them. If I was to go back, what do I go back to? بیا خودش هم داره میگه که بیش از 40 ساله که توی آمریکا زندگی کرده، مشغول خوشگذرونی بوده، بچه‌هاش هم اینجا بزرگ شدن، دوستاش هم اینجان. میگه نمیخواد این زندگی رو ول کنه بره ایران، بعد اونجا کارهای سخت انجام بده، دور میز بشینه، برنامه فشرده داشته باشه. از این کارهای طاقت فرسا خوشش نمیاد اصلاً. فقط قواسی، کازینو، سرگرمی، از این چیزا دوست داره. بعضی از طرفدارای سابقش هم الان دیگه این رو فهمیدن که این همشون رو سر کار گذاشته. اینه ما برای این به هیچ جا نمیرسیم، برای خاطر که یا یه عده ذوب در شاهزاده رضا پهلوی هستن که هنوز میخوان چشماشون رو ببندن، یا یه عده اطرافیانن که تمام حرفای منو تو رو میدونن درسته. ببین دشمنی با شاهزاده نیست، واقعیت شاهزاده است. شاهزاده همه ما رو گذاشته سر کار. بله من احمق بودم، 40 سال دویدم دنبالش، ولی شاهزاده نمیخواد
و متاسفانه با ما داره بازی میکنه و شما ابلهان تو این بازی دارین بازی میکنین. این ایران آزاد نمیشه. چرا؟ چون شماها سد راهین. شاهزاده رضا پهلوی، شما در خارج به فکر همین که این قدرت رو نگه داری، در حالی که نمیخوای بری ایران. خودت گفتی، ولی فاندریزینگ ها رو نمیخوای از دست بدی. من ضد پهلوی نیستم، ولی من نمیتونم چیزی رو که میبینم و نگم. من که دیدم دیگه، با همتون بودم. ببخشید امیر، اینا تو دلم مونده. بله، پس این توهم زدن بچه شاه برای اینکه خودش رو یک شبه رهبر گذار ببینه، اون هم از طریق دالان‌های قدرت، در نهایت جز این که کارنامه پروژه‌های شکست خورده خودش و سلطنت مدفون رو قطورتر کنه، تأثیر دیگه‌ای نداشت. اما جدا از هر طنزی، طنز تلخ برای ما این بازیه که رژیم با بچه شاه و رضا شاه روحت‌شاد برای تفرقه انداختن داره انجام میده. تومه خوبی برای بازی‌ها و شوهای ارتجاعی و استعماریه که سودش البته قبل از هر کسی به جیب دیکتاتوری آخوندی میریزه. وقت بخیر و خدا نگهدار.